پیشنهاد کردیم به همسایگانمون در این منطقه که باب گفتگو و تفاهم رو باز کنند و در مقابل خطراتی که خطر مشترک برای همه ما هست ما یک جبهه مشترکی تشکیل بدیم. من اعتقاد دارم که افراطیگری و گروه‌های تکفیری و گروه‌های فرقه‌گرا برای همه کشورهای منطقه یک خطر جدی هست و بهتر این است که این کشورها به جای اینکه روی بعضی محاسبات کوتاه مدت سیاسی فکر بکنند به آینده خودشون و به آینده مردمشون فکر بکنند. Document marks a new phase in the relationship between Iran and United Nations. با سفر به برزیل جلسه کمیسیون مشترک دو جانبه رو برگزار خواهند کرد. رؤسای جمهور برزیل و ترکیه در حوزه تلاش برای جلوگیری از گسترش بحران هسته‌ای تلاش‌های بسیار خوبی رو مبذول داشتند و همکنون هم ما گفتگوهای بسیار خوبی رو داشتیم در مورد برجام. اصرار ما بر این بوده که جامعه بین‌المللی باید در این زمینه به صورت جدی حضور داشته باشه، به صورت جدی تلاش بکنه. متاسفانه سیاست‌های استاندارد دوگانه که در این زمینه اعمال شده مانع از این شده که جامعه بین‌المللی بتونه نقش قابل توجهی در این زمینه ایفا بکنه. برخی سیاست‌ها بیشتر به گسترش افراط و تروریسم در منطقه ما دامن زده. Bilateral issues. Brazil and Iran, we support strongly diplomatic negotiations concerning the question of Syria, but not only Syria, in all different issues and differences in the world. We support diplomatic negotiations through multilateral organizations. We also discussed the possibility of increasing our bilateral trade and investments, and that's the reason we are having the visit of the Minister of Trade and Industry shortly to Tehran. پیشنهاد کردیم به همسایگانمون در این منطقه که باب گفتگو و تفاهم رو باز کنند و در مقابل خطراتی که خطر مشترک برای همه ما هست ما یک جبهه مشترکی تشکیل بدیم.